بدو بیرون بابا دیگه، بدو بیرون. ماشاءالله بدو. تو ماهی بزرگی یا نه؟ نه بدو بینم، بدو بدو بینم، بدو. بدو بدو بابا. بیا بیا. باریکالله. فرین الحق که تو که نمیتونستی بپری بی خود در اومدی. یه ماشاءالله بابا جان، جیگرت برم. هی ای جیگر بابا، همی چند تا عشق خدا اصلا آدم خورد میشه بچه ها. یک سر پرریزی نگاه کن. نمیدونم که پرای اینا میخواد در بیاد که. بیا بابا جان، اشکال نداره. بیا بیا بابا بیا. آقا بای جیگر براستی بچه ها، اولا سلام کنم خدمتتون. حالتون چطوره؟ شما خوبین؟ جدا کردم بچه. بیا بابا جان بیا. جدا کردم اینا رو، رنگا رو دیگه فعلا آزادشون نمیذاریم تا انشالله آلمانیام رو درست بکنم. و بیا بابا جان بیا. ماشاءالله. قوره ایمون کجاست؟ بیا این ور بیا. اونجا هست. ولشون نمی کنیم تا انشالله آلمانیا رو بسازیم، نفسدارشون کنیم. و نه که ولشون نکنیم بچه ها. خب بذارید اینجوری بگم. ای جان رنگ بابا، اینجاها رو که دو نصف کردیم خب، و دیگه رنگه ها رو این قسمت داریم از اینجا میان بیرون و آلمانی ها رو از اینجا که رو ریزگاه باشه میارن بیرون. بیه
رنگه ها رو من با خودم خیلی بیا بابا جان بیا فکر کردم، گفتم اگه اینجوری باشه نهایتش اینه که اول آلمانی ها رو میسازم که انشالله رو به راه بشن، نفسدار بشن. فعلا که هنوز تو پرهیزی هن بچه ها، کارش نمیشه کرد. میبینید که میزنم تپ و تپ میفتن رو توری و هنوز کار دارن. یه 7-8 روز دیگه کار دارن که پراشون درست بشه. یه چند روز دیگه، تقریبا 10 روز دیگه هم که چند روز دیگه هم طول میکشه تا انشالله رو به راه بشن، یعنی ساخته بشن. بعد دیگه میذاریم که انشالله. الان نگاه کفتره حریف هم که دیگه پرشون خیلی درسته، همزمان با کفتره من الان پریدن، دیگه دور آخر نشستنشونه. بیا آره انشالله اینا رو که رو به راه کردیم فکر میکنم یه 10 روز دیگه طول بکشه. این از این. ولی خوب شد رنگ ها رو جدا کردم بچه ها. رنگ ها رو که خب با آلمانی میپروندم، بعضی هاشون دیدید رنگ دست یاد میکنه دیگه بچه ها. آره رنگ ها دست یاد میکنن، ادوات فارسی یاد دارن. و بیا آی قوری ماشاءالله بابا جان، رنگ ها دست یاد دارن بچه ها. این ور میرن اون ور میرن، نه نمیذاشتن کبوترها خیلی. داشتم تمرین میدادم بچه ها بازی کبوترها رو. گفتم براتون الله فیلم بگیرم یه چند دقیقه اینجوری. چند تای دیگه نه اون بالا از تاخت اومد. بیا بابا بیا ماشاءالله، بیا ماشاءالله. قوره اونه بچه پاش مشکلی نداشت، یه دونه حلقه انداخته بودن تو پاش. زمانی که میخواسته او رو از پاش در بیاره حیوانکی و حلقه اومده بود پایین تر. یا ماشاءالله بابا جان، باریکالله، آفرین، عشقین شما بابا، ماشاءالله. ساروغون خیلی او گیر کرده بود، گفتم این توضیح رو بدم. اینم که عقاب تیز پروازمون، جوجه افسانه است، جوجه بزرگ افسانه است. دیگه شروع میشه بچه ها انشالله. 3-4 روز دیگه انشالله سعی میکنم که میدونید اینایی که نپروندم بچه ها، خب نگاه نمیخوام نشون، خب دیگه نشون ندم. مثل اوقم بزرگ که الان رو. بیا بابا جان آیلین، پراشون هنوز تو مرحله کروسه، من پراشون درست در نیمده، ولی انشالله تا 3-4-5 روز دیگه تقریبا پرگردنیشون اوکی میشه، رو به راه میشه. خیلی خوب فعلا. بیا بابا بیا شازده کوچولو، بیا از جیگرت. فعلا بچه اینا نگاه کنید بچه ها، برای دم غروبی، برای اینکه اینا هم نفسدار بشن هم کبوترها جمع بپرن، میتونید هر روز یه چند وعده تقریبا یه چند سری باهاشون بپرونیشون. ماشاءالله برو بابا برو، جیغ نمیزنم برود. ماشاءالله. آره بابا اینجوری براشون بپرونیده شد که با هم دیگه جمع بشن. فوقش 4 دور که زدن. ماشاءالله زودی بابا. بیا بشین بابا. ماشاءالله اشکال نداره، همونقدر که پریدی بحثته، ولی فشار بالاشون نیاد بچه ها.
سرم گیج میره بچه ها چون دور میزنن. بیا بابا، بیا صدا من گوش بده ها. بیا 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 ماشاءالله. اشکال نداره، دوربین دستمه بچه ها، نمیخوام که رو توری بیان پایین، حیف که دوربین دستم. اینجوری بچه ها کاری نداره، هر روز بعد از ظهر 10 دقیقه 20 دقیقه دور بزنن درست میشن انشالله. آخ جیگرتون رو برم بچه ها، باریکشالله بابا، عشقید شما. بیا بابا، بیا هلالت، بیا. ماشاءالله، عشق کن بابایی، جیگر و غیرت تو برم با او پراد. حریفا امسال تصمیم گرفتن مار بیچاره کنن ولی ما بیچارهشون میکنیم، نه؟ بیا چرا اینجوری برداری؟ بیا بیا بابا، بیا 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 بابا، بیا 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 بودو بابا جان، بودو بابا، جیگر تو برم بابا، سعی کن ریزگاه بیا پایین. بیا 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 بابا. آخ نگاهی اصلا پر نداره. بیا بابا، بیا 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 پاتو بده بابا، بیا 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 بلند پرواز بابا، بیا بشین، بیا بشین بابا، بیا بیا که میخوام بهت غذا بدم. آقا بابا بیا بشین. من نمیدونم چرا این دوربینه. خیلی خوب، باز فعلا بچه ها. یکی دو تا از بچه های عزیز نوشته بودن که چرا به کسی نمیگه بیاد دست کمکت وایسته یا مثلا کمکت کنه برای ساختن رتق و فتق و امور. ببینید بچه ها که آخه با تو این 27 سالی که کفتر بازی، تو این 25 سال 2 سالش این ور اشکال نداره، تو این چند سالی که کفتر بازی کردم خداییش هیچ وقت کسی کمکم نکرده. اصلا رتق و فتق 100 تا 150 تا کبوتر نیاز به کسی نداره خداییش. من یه معمولا بخوام برای شما فیلم بردارم، خب این گوشی رو میگیرم مثل همین الان دستم، با شما هم صحبت هم میکنم، کارم هم انجام میدم. خب ولی این که شما میگید مثلا کسی بیاد کمکت کنه کبوتر رو نفس دار بکنه، هنوز فرصت، هنوز وقتش نرسیده. نگاه، اگه وقتش بشه خودم این کار انجام میدم. مطمئن باشید کسی که برای جلد کردن، نگاه پرار خودم بهتون نشون میدم، هر روزم میبینید که میسوزونم زیر سیاه، نگاه، ولی هنوز پر ریخته است، فایده نداره تا جاهایی که تا این پریزیشون تموم. نگاه الان آسمون همه جا هم براتون میگیرم، ببینید یک دونه کفتر نمیتونید پیدا بکنید تو آسمون، به خاطری که آخه گرم هوا. بچه هنوز تو پریزی هم کسی کفترش رو راه سازی نمیکنه که دورم بده. تازه کفتری حریف هم که خودتون دیدین، به محضی که من میزنم اونم هوا میده که چیزی بگیره زودتر. تازه من که کفترام میشینن به خاطر بیپری، اونا چون کفتراش تازه پراشونو کشیده، یه 5 دقیقه بعد از من بیشتر تو آسمون نمیتونن وایستن بچه ها. و نیازی به کسی ندارم بچه. اصلا کسی که واقعا نتونه رتق و فتق 170 تا یا 150 تا از 1 تا 150 تا کفتر خودش تنهایی انجام نده، نباید اسم اشباز رو خودش بذاره. مطمئن باشید کفتر باز نیست اصلا، حتما کفتر بازی بلد نیست، یعنی جلد بازی بلد نیست، در حالی که ما اینا رو که دیدید بچه ها از 3 تا شروع کردیم با هم دیگه
جوجه کشیدیم، جوجه ها رو در آوردیم، جلب کردیم تنها و به این مرحله رسوندیم. به مراحل بعدش هم کاری نداره این کارا، وگرنه دوست که زیاد دارم، بچه از خداشون هم هست بیان اینجا با من، اصلا من دست به هیچی نزنم، خودشون کفترها رو بپرونن آماده کنن، منم فقط براتون فیلم میگیرم. نه، مطمئن باشید اگه کسی مثالم برام زده بودید، ولی به کسی کاری ندارم. بچه ها کفتر باز باشه، خودش میتونه رتق و فتق امور دستش بگیره، نیازی هم نیست که کسی کمکش کنه. درسته بچه ها؟ من نظرم اینه و به کامنتاتونم احترام میذارم، ولی عجله نکنید. نگاه آیلین که دیگه یک کفتر رنگ است. نگاه پر گردنیش، نگاه کن، نگاه بارها گفتم، یا الان من هنوز کفتر دارم پراش سیخ، خدا شاهده. اونا ای هنوز پر گردنیش داره میریزه. تا وقتی پر در نیارم بچه ها نمیشه با اینا سر به سر اینا گذاشت. چرا میشه در حد 5 دقیقه بزن، یه نفسی بزن، به قول معروف رو آسمون بکشه. همین رو نگاه کنید بچه ها. بیا شما شپر تو این میبینید، بیا این شپرش سیخ کروس خوی کفتر، یا او کفتر بغلش نه، هنوز 1/4 از چیزاش در نیامده، شپراش در نیامده. خب اینا گناه دارن دیگه، خب اینا بزنی دیگه باخت میره. من خودم خیلی حوصلم سر رفت بچه ها، بخاطر اینکه دیگه معمولا همیشه خدا تو این فصل بین مهر و آبان دیگه اعصابم به هم میریزه تا کفتر درست بشه و رو به راه بشه. نکار آسمونم که براتون نشون دادم کم و بیش هست، اصلا کفتری نمیتونم خدا شاهده پیدا کنم که بیا که هوا بره. و با صبر و با حوصله خوش به حال اونجاهایی که هواشون سرد سیره و کفتر راحت میتونه خودشو پیدا کنه، زودتری بپره. و آماده کردن اینا هم اونقدر کاری نخواهد داشت. در هر صورت به کامنتاتون احترام بذارم، ولی تنهایی از پس همه کارا برمیام و نیازی هم نیست به کسی. انشالله بذارید کبوترها آماده بشن. حالا من میبینید که فیلم کمتر میگیرم به خاطری که چیز خاصی نداره که نشون شماها بدم خدایش، فقط میتونم در حد همین روزمره یا غروبی که یه چند دقیقه هوا میکنم، اینم نمیخوام خدایش تکراری شه. انشالله چند وقت دیگه که کبوترها بخوان نفس گیرشن که مرتب 10 دقیقه 20 دقیقه هنوز هیچی نشده، باز خدا کنه این سوسکی سبزمون ماده در نیاد، که اگه ماده در بیاد هیچی دیگه، اونم باید جداش کنن. کبوتر خیلی خوب هم هست، حیف هم میاد. چی بگیم والا؟ بیا ایور، بدو بابا جان، بدو ایور بابا، بدو ایور، بیا برو ایور بابا، آرو بیا. آفرین بابا. غریبم دیگه بچه ها خبری نیست، غریبم دیگه غریبه هم نیست که فعلا بگیریم. غریبه ها رو که گرفتیم، راستی در مورد غریبه هایی که گرفتیم صحبت کنم براتون. سیکل بابا، از اینجا 2 تا باید بیان این طرف. آخه میدونید یه مقدار احساس میکنم ماده است، الان گرافت ماده است. خب کبوتر پرشی هم هست، حالا اونم میارم این طرف. کله ساردومه هم که اونور او آخره هست، اونم میارمش این طرف. این امری افغونی هم میارم این طرف. این حیوانکی هنوز پراش در نیومده، اونم میارم این طرف. یک تورنادو هم که اونجاست، انشالله فکر میکنم دوروبر 30 تا بشن دیگه. حالا 30 تا رو بتونیم انشالله هوایی کنیم بریم از کبوترهای آلمانیمون. حالا رنگمون که باش.
انشالله باز اینا رو که جا کردیم کبوترهای رنگرم ول میکنیم یه دوری بزنن یه عشق و حالی بکنن ها. کبوترهای رنگر رو انشالله اینجا که یاد بگیرن سعی میکنیم آزادشون کنیم، یعنی وقتی که از اینجا در بیان دیگه با کفتر آلمانی هم جا بشن، در رو باز میکنیم که جاشونو بلند بشن دیگه سواگونه برن سر جاشون. آره خیلی خوب بچه ها، دیگه فصل چاهی هاست. چاهی ها هم دیگه این ور اون ور میرن. خیلی خوب بچه ها، طبق معمول خواهش میکنم که اگه شخص جدیدی ویدیوهای ما رو نگاه میکنه و باب طبعش هست ازش خواهش میکنم که حتما کانال خودش رو سابسکرایب بکنه و با لایک و کامنت هاش ما رو حمایت بکنه. این حمایتی که از سمت شما ها نسبت به من ایجاد میشه مطمئنا کانال رو به سمت رشد نهایی سوق میده. خیلی خوب، عاشقتونم بچه های دنیا، سعادت براتون آرزو میکنم. از همین بوم کانال کبوتر 16 شما رو تا یک ویدئوی دیگه، تا یک روزمرگی دیگه و تا یک نفسگیری دیگه به خداوند بزرگ می سپارم. فعلا